در تیزر منتشر شده برای قسمت جدید چوکوروا شاهد هستیم که خان بزرگ چوکوروا وارد چوکوروا میشه. اما این خان بزرگ دمیر یامان نیست، بلکه شخصیت جدیدی به نام حشمت چولاکه. چرا که در تصاویر تیزر میبینیم چولاک در بدو ورودش به چوکوروا در بین مردم محبوبیت زیادی داره، به طوری که مردم به دستبوس و استقبالش میرن و میبینیم چولاک هم در میان خیل عظیم مردم اعلام میکنه که الان وقتشه کسایی که زمینامونو ازمون گرفتن بیرون کنیم و انتقاممونو ازشون بگیریم. پس به همین خاطر میبینیم که چولاک در قدم اول میره پیش زلیخا و بهش تذکر میده و به زلیخا میگه مثل این که تو چولاک رو نمیشناسی. اما این وسط چون ظاهرا زلیخا حشمت چولاک رو جدی نمیگیره، میبینیم که چولاک روی زمینهای زلیخا دست به اسلحه میشه و برای بیرون کردن کارگرای زلیخا تیراندازی میکنه. پس به احتمال زیاد این شخصیت حشمت چولاک در قدیم خان بزرگ چوکوروا بوده و احتمالاً در گذشته با دسیسه و نیرنگ خانواده یامانها مجبور به فرار شده، به نحوی که تمام زمینهاش رو مجبور شده رها کنه و این وسط یامانها صاحب این زمینها شدن و به نوعی با بالا کشیدن زمینهای چولاک تبدیل به خان چوکوروا شدن.